تکرار باور نکردنی فرزانه ناز در دبی و کافر شدن فرزانه ناز. فرزانه ناز در دبی مصروف چی کار باری است؟ دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ آیا با واقعیت فرزانه ناز با پسران عربی و هندی در رابطه عاشقانه است؟ مصارف فرزانه ناز را در دبی کی می‌دهد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند خوش صدا، ناماشنا و محبوب کشور است که وی در سن نوجوانی میخواست دختر سینما شود. بعد از اجرای چندین فیلم با سلیم شاهین وی راه سینمای افغانستان را ترک کرد و هنر موسیقی را انتخاب کرد. فرزانه ناز آهنگ‌های بیشماری به زبان پشتو در پاکستان ثبت کرد که مورد حمایت و تشویق فراوان دوستداران و علاقه‌مندانش قرار گرفت. فرزانه ناز در ابتدای کارهای هنری‌اش چنان خوب می‌درخشید که تمامی هنرمندان کشور آرزو داشتند با فرزانه ناز آهنگ دوگانه اجرا کند. از جمله طاهر شباب هنرمند بی‌بدیل کشور آهنگ دوگانه با فرزانه سرود که مورد تشویق و حمایت فراوان علاقه‌مندانشان قرار گرفت. فرزانه ناز بعد از رفتنش به کشور هندوستان وی هنر موسیقی را ترک کرد و با پسران هندی در رابطه عاشقانه شد. فرزانه ناز میخواست در سینمای هندوستان را پیدا کند. وی در چندین فیلم هندی من حیث رقاص نقش بازی کرد. فرزانه ناز اکنون در کشور دبی زندگی میکند و در آنجا فرزانه ناز در جدیدترین لایفش بیان کرده است: من مسلمان نیستم و نمیخواهم برای دین اسلام توهین کنم. اما بیان نکرده است دین جدید فرزانه ناز چی بوده است. فرزانه در کشور دبی زندگی می کند. برای چندین برند لباس در دبی مدلینگ می کند، ولی هر کس خودش می بداند و تصمیمات زندگیش. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.